دوستان، کسایی که آرتروز زانو یا سایدگی مفصل زانو دارین، کسایی که آرتروز یا سایدگی مفصل هیپ رو دارین، یا کسایی که آرتروز مفصل مچ پا رو دارین، چند تا حرکت میخوام اینجا بهتون بگم که برای انواع این سایدگی مناسبه و همشون رو پوشش میده. اما قبلش چند تا نکته بگم به طور کلی در مورد تمریناتی که برای آرتروز زانو نامناسب هستن یا مناسب هستن. اولا که سعی بکنید کسایی که توی هر مفصلی آرتروز دارین تمرینات ایزومتریک رو بیشتر انجام بدین، یعنی تمریناتی که توش زاویه مفصل تغییر نمیکنه اما شما دارین فشار وارد میکنید، که حالا چند تا نمونه حرکتش رو من اینجا بهتون آموزش میدم. حرکاتی که میذارم همشون از جنس ایزومتریک هستن. اما اگر خواستین حرکاتی انجام بدین که ایزوتونیکن، اغلب حرکات باشگاه ایزوتونیکن، مثل جلو پا، پشت پا خوابیده یا پشت پا دستگاه. هر حرکتی که توی باشگاه عموما دارین انجام میدین حرکات ایزومتریکن، ایزوتونیکن، یعنی زاویه مفصل تغییر میکنه. چند تا شرایط باید داشته باشه. یکی این که خیلی آرام انجام بشه این حرکات اگر دارین حرکات ایزوتونیک انجام میدین، یا بهتره بگیم خیلی آرام انجام بشه، یعنی حرکت جلو پا رو خیلی آرام با دستگاه میتونین انجام بدین. دلیل اینکه میگیم آرام انجام بدین اینه که عضلات زمان داشته باشن برای اینکه بتونن زور بزنن و فشار مستقیما به خود استخوان و خود مفصل نیاد. دومین شرایط این تمرینات اینه که در رنج آف موشن یا دامنه حرکتی کم اجرا بشن، یعنی تو کل دامنه حرکتی زانو شما نباید اجرا بکنید و سعی کنید زانوتون اصلا قفل نشه، باید تو دامنه حرکتی کم اجرا بشه. ببینید تو دامنه حرکتی که در واقع پا میتونه زور بزنه، میتونه منقبض بشه، تو زاویه‌های اولیه و آخر خیلی توان و زور نداره عضله که فشار وارد کنه و ممکنه سایدگی مفصل بدتر بشه. و در دامنه ای اجرا بکنید که درد وجود نداشته باشه. درد یه هشداره برای مفصلای ما که به شما دارن میگن الان داره فشار به من وارد میشه. تو خود مفصل هیچ وقت درد رو نباید تحمل کنید. درد در دامنه عضلات مشکلی نداره که عضله داره منقبض میشه، ولی توی در واقع مفاصل نباید درد وجود داشته باشه. این چند تا نکته رو مراعات بکنید کسایی که آرتروز دارین و تمریناتی که گذاشتیم رو انجام بدین. تمرینات فوق‌العاده‌ای هستن، مطمئنم که نتایج خوبی برای شما خواهد داشت. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حرکت اول به این شکله که کنار یک دیوار میخوابیم، کف پا رو میذاریم به دیوار، تقریبا زاویه زانو 90 درجه باشه و سعی میکنیم پا رو فشار بدیم به سمت دیوار. کاملا عضلات در واقع نگهدارنده مچ پا، نگهدارنده زانو و نگهدارنده مفصل هیپ داره بهشون فشار وارد میشه و تقویت میشن. خیلی تقویت مناسبیه. 10 شماره تا 15 شماره نگه میداریم، کامل درد رو حس میکنیم تو عضلات 4 سر، آزادش میکنیم. در طول روز 20 بار این حرکت رو انجام بدید. حرکت بعد به این شکله که همینجوری که خوابیدیم یک پا رو میذاریم به دیوار زاویه 90 درجه، 2 تا دست رو میذاریم روی زانو، فشار میدیم به سمت پایین و میایم پاشنه پا رو به سمت بالا میاریم، به سمت عقب میاریم، با دست مقاومت میکنیم و نگه میداریم. 10 تا 15 شماره نگه میداریم. برای هر پایی 10 بار در طول روز باید این حرکت تکرار بشه. حرکت بعد به این شکلی که روی 4 دست و پا قرار میگیریم، به شکلی که زاویه زانوها 90 درجه باشه. یه پا رو، پنجه پا رو میچسبونیم به دیوار، فشار میدیم به سمت دیوار پا رو، به فشار ملایم 50 تا 60 درصدی 10 ثانیه نگه میداریم. این فشار رو پا رو میذاریم روی زمین. بعد سمت مقابل 10 تا 15 شماره نگه میداریم. برای هر پا 10 تکرار باید در طول روز این حرکت اجرا بشه.